اون علما همون ره دبو بر که من این عمر ما بفایده نگذرانده باشم. این عمر همین خیلی گذرانده باشم که پروردگار وقتی که در منظر حاضر شدیم که حق حاضر شدن روزی میشه که نزد پروردگار حاضر میشیم و یکایک من میپرسن او روز شرمنده و خجالت نکشیم، او روز گریه نکنیم. راه راست دبر، راهی دبر که در محفل علما باشیم و عمر باقی مانده ما به قرآن و حدیث بگذرانم و برای راست عملای صالحتون خدمت پدر و مادر کنم، صله رحمی کنم، خشت تباری کنم. همسایه که در بر من از من منفیت بگیره، در جامعه‌ای که زندگی میکنم حشراتی ضررآور نباشم. یک حشراتی باشیم که از من منفیت بگیرن، نه اینکه من خیانت کنم بر ملت و وطن و دیگر و چی. انسانی باشیم که در همین جامعه دوستم دارن، در همین محل دوستم دارن، در همین وطن دوستم دارن. بعد ایسر که رفتی بگم الحمدلله همسایه داشتین در 2 متر 3 متر میگیم کو بسیار بسیار انسانی خوب بود. هم خیلی دعا کنی. الحمد یعنی فاتحه دعا کردن. دعا که کردی در نمازات اینقدر این فضیلت داره که بعضی وقتا میگن که بگم چرا ریش نمیمونی، چرا تو ماشاءالله یک جلک پوشو که مرده که ریشتمون تاپی مونه. میگه حضرت جان همین خیلی نیکی هم مرکه میگن دعا که دیگه دعا رو نمیدونم آخیز. یکی میگن ایزو میکشون، میگن یکی آخه سوره الحمد میدونی؟ سوره الحمد بگو بهترین دعای افضل دعا الحمدلله، افضل ذکر لا اله الا الله، بهترین دعا الحمدلله. گفتن تو خجالت نکشید، الحمد بگو بهترین دعا. یک کسی 7 بار میخونه در حدیث ثابت اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت کینه را دو همین چشم زخم میگذارد، گفت کینه میگذارد. گفت 3 بار الحمد بخون، 3 بار آیت الکرسی را، 3 بار قل الله، 3 بار قل فلان قرآن دست داده بالای سرش مون شفا میاد. که اول باید همین الحمد بخوری، در شکمش در میکنه. حتی میگه که کسی که صاحب فرزند نمیشه میگه همو شش طهارت کنه، دست مبارک شه میگه دستی به طهارت در هم ولای بچه‌دونش مونه 7 بار سوره الحمد بخونه ان شاء الله خدا فرزندش میده. هر این صورت اینقدر فاتحه ترجمه شه بفهمیم. خدای ما را برای راست دیوت که نه راهی که زیانشان کردی گمراهشان کردی دعا میکنیم و قل الله بگذاریم و قل الله صلات بگذاریم، قل الله نوس بگذاریم. باید بدونیم، باید ترجمه و تفسیر شه بدونیم. بعد استا همین خیلی یک پاره برین ترجمه شه. وقتی که امام خوندن، وقتی که امام چی سوره را خوندن تو چیکار میکنی؟ میفهمیش، حلاوت میبری. دیگه نمیفهمی که دیر گذشته. این ماه های دست نتیم. این ماه اولش چی؟ برنامه ریزی کنین. روز 1 ماه دیگه مونده چیکار کنیم؟ جمع شین. این قدر جمع شین که بگه اگر یک دریا علم داشته باشی در مقابلش یک عمل بس. اگر یک دریا عمل داشته باشی در مقابلش یک قطره اخلاص بس. اگر یک دریا اخلاص داشته باشی یک قطره میگه همون را فکر کردن شد، در او تعجب کردن، فکر کردن همون اخلاص ده که اینقدر یقین پیدا کردنش بس. میگه یک دریا میگه اگر دعوت کنی فیر واسه الله دعوت کنی یک قطره میگه فکر بس. یک قطره بشی رو به پروردگار خیلی بزرگی. هر روز بوده سه ماه شریف آورده سه دنیا گذرانه یا روزی که محشر آمده می پروردگار فکر به قدرت خدا و بزرگیش، به روزی محشرش، به روزی رفتن که چه ملائکه می همین فکرها را کنی. یک دریا علم و عمل و اخلاص و یقین و دعوت در یک لحظه فکر چیه؟ بالای همین فکر برادرها ایغازی بکنیم. ماه شریف رمضان آمده، تیاری ماه شریف رمضان هم بگیریم. این ماه نورانی را دست ندیم. خدای دعا کنیم خدا تانی صحت دلی بغم خاطر جمع. خداوند کریم در رمضان استقامت نصیبم گردان. اللهم اینی اسالک حسن الخاتمه، پروردگار عاقبت مرا به خیر بگردان، مرا به رمضان برسان. روز عزیزان مون گور کردیم، دین گور کردیم، هر روز گور کردیم، در هر منطقه به این رمضان نرسیدم. این دعا را بکنیم، شب دعا کنیم، گریه کنیم خدا به روز برسونه. خداوند برای شما 40 سال 50 سال 60 سال لطف کرد، مینت نکردم که دوتون رزق و تنی صحت و آسایش آرامش دادتون. نیکی اسمش دعا کنی خدا بتبو، خدا بته که برسیم به این روزا. پس عزیزان من هدف و مقصد همین خلاصش که ماه شریف آمده است. الحمدلله دعا کنی خداوند کریم ما و شما را استقامت نصیب کنه. خدا تنی صحت دلی